توپ 5 اشتباه در مورد اسلام. رقم 5 گسترش اسلام به وسیله شمشیر. در طول تاریخ ثابت نشده است که مردم دینشان را به وسیله شمشیر به اسلام تغییر داده باشند. مسلمانان در سرزمین‌های عربی 1400 سال است که حکومت می‌کنند و امروزها نیز این ادامه دارد، ولی تا حال در این سرزمین‌ها 14 میلیون عرب‌های نصرانی زندگی می‌کنند. اگر مسلمانان برای پیشبرد دین از شمشیر استفاده می‌کردند، نباید هیچ عربی نصرانی در این سرزمین‌ها باقی می‌ماند. در کشورهای دیگر به مانند هند، در این کشور مسلمانان نزدیکی به 1000 سال حکومت کردند و اگر آنها می‌خواستند قدرت داشتند تا دین مردم این کشور را تغییر دهند. اما امروز نزدیک 80% مردم هند غیر مسلمان هستند. همه این غیر مسلمانانی که در هندند دلیل بر این است که اسلام دین شمشیر نیست. اگر تعداد کمی مسلمانان صدر اسلام را در نظر داشته باشیم، می‌فهمیم که آنها نمی‌توانستند دیگران را به پیروی از دین مجبور کرده باشند. در اسپانیا و مغرب و همین طور چگونه اسلام در هند و چین گسترش پیدا کرد و اگر بخواهیم بر اساس این تفکر کنیم، نباید هیچ غیر مسلمانی در این سرزمین‌ها وجود می‌داشت، چرا که بر علیه آنها بودند. و همچنین اشاره به این نقطه ضروری است که وقتی که مغول‌ها به سرزمین‌ها حمله کردند و بخشای بزرگی از سرزمین‌های اسلام را به دست گرفتند، ولی خودشان دین اسلام را پذیرا شدند. رقم 4 مسلمانان به خدای دیگر عقیده دارند. بعضی از غیر مسلمانان یک تصورات نادرست دارند و آن هم باشد این است که مسلمانان یک خدای را میپرستند که از خدای یهودیان و نصرانیان فرق دارد. این شاید به آن خاطر باشد که مسلمانان خدا را الله مینامند، اما حقیقت این است که خدای مسلمانان همان خدای نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام است. کلمه الله در حقیقت یک کلمه عربی است برای خدای قادر و توانا. کلمه الله بسیار بی‌نظیر است. هیچ چیز دیگری بجز خدا را الله نامیده نمی شود. این کلمه دارای هیچ عددن بسیاری و جنسیتی نیست. این نشان دهنده بی‌نظیری کلمه الله است در مقایسه با کلمه خدا که دارای عددی بسیار، یعنی جمع پذیر است، به مثال خدایان و یا جنسیت پذیر مثل معبوده، خدای زن. نصرانی های عرب حتی به خدا الله میگویند. رقم 3 مسلمانان به عیسی علیه السلام عقیده ندارند. بسیاری از مردم به حیرت میمانند وقتی که میفهمند که موافق عقیده مسلمانان عیسی علیه السلام یکی از بزرگترین پیامبران الله است. مسلمان نیست کسی که به تولد شدن عیسی علیه السلام از مادر باکره‌اش ایمان نداشته باشد و به دیگر معجزه‌های عیسی علیه السلام. همچنین از عیسی علیه السلام در بسیار آیات‌های قرآن نام برده شده است و بسیاری وقت به عنوان یک شخصیت با تقوا و پرهیزگار ذکر شده است. هرچند که اعتقاد نصرانیان و مسلمانان در مورد عیسی علیه السلام متفاوت است، مسلمانان به این عقیده ندارند که عیسی علیه السلام خدا است و یا اینکه پسر خداست. عیسی علیه السلام یک پیامبر است و فرستاده از جانب الله است. رقم 2 مسلمانان به زنها ستم میکنند. یکی از اشتباهات غلط این است که نگاه اسلام به زنان منفی است. به عنوان مثال میگویند در اسلام زن یک شخصیت پست و ذلیل است. این اشتباه غلط نتیجه داشتن نگاه منفی نسبت به تمدن سنتی است که مردم در سراسر جهان هنوز هم آن را زنده نگاه می‌دارند. متاسفانه رسم و آیین برخی از جامعه‌های زیاد زیر سایه آموزش‌های اسلامی است. از این نگاه بسیاری از مردم فکر می‌کنند که این طرز معامله و یا برخورد با زنان بر اساس اسلام است. اما حقیقت حال بالکل دیگر است. زنان در کشورهای عربی قبل از اسلام از هیچ حق و حقوق برخوردار نبودند. آنها را همچون یک طعمه می‌حسابیدند و آنها همیشه تحت تحقیر قرار می‌گرفتند. هدف جز اطاعت کردن شوهرانشان و تولد کردن فرزند نداشتند و وقتی که دختر تولد می‌شد، تعداد زیادی از آنها را زنده به زنده زیر خاک می‌کردند. اسلام سبب تغییرات مثبت در جامعه عرب شد. وقتی که مردم اسلام را پذیرفتند، رفتارهای خطرناک فرهنگی خود را ترک کردند و زنان حقوق و احترام خاصی را به دست آوردند. برای همین زنان امروزه بیشترینشان اسلام را قبول دارند. هیچ افراد نمی‌خواهد دین را قبول کند که در آن حقوقش پایمال گردد. این یک حقیقت است. اسلام زنان را برای موفقیت آماده می‌کند، چه در این زمان و چه در آینده. رقم 1 مسلمانان تروریست و افراطی هستند. این یکی از بزرگترین تصورات اشتباهی در مورد اسلام است که به انصافانه در قالب مجله ها چاپ می‌گردد و این به همان صورتی که در چشم مردم است که آن را مردم از رسانه‌ها به دست می‌آورند. آیا می‌دانید هنگامی که یک گروه خاصی از مردم با یک گروه دیگری از مردم هجوم می‌آورند، این یک جنایت شمرده می‌شود، اما زمانی که مسلمانان برای حمایت خود بجنگند، از آنها به عنوان تروریست یاد می‌شود. بسیاری از سیاستمداران، دیکتاتوران و گروه‌های افراطی از نام اسلام برای پیشبرد هدف‌های خود، یعنی به دست آوردن نیرو، پیروان و مورد توجه قرار گرفتند، استفاده می‌کنند و این چنین بسیاری از شیوه‌های خود را علیه آموزه‌های اسلامی به کار می‌گیرند. اسلام تروریسم را تحت هیچ شریعت جایز نمی‌داند و اگر مسلمانان مشغول تروریسم شوند، نباید این را بر اساس آموزه‌های اسلامی دانست. اسلام مسلمانان را از کشتار هر شخص بیگناه منع کرده است. الله می‌فرماید کسی که یک انسان را به ناحق به قتل
قتل میرساند، این برابر به آن است که گویا که تمام انسانیت را به قتل رسانیده است. قرآن سوره المائده آیت 32. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.